امروز میخواهم برای تو دعا بکنم. یا الله، این شخص را به تو می سپارم، همین کسی که کلیپ را باز کرده. پروردگار، تمام وقتش را سرشار از شادی کن و به او کلید خوشبختی را بده. دلش را پر از شادی کن و نعمت سلامتی، تندرستی، آرامش نصیبش بفرما. یا الله، دردهای دنیا را از او و خانوادهش دور داشته باش. او را در زندگی خودش موفق داشته باش. یا الله، نمیدانم آرزوهایش چیست، ولی پروردگار، از تو التماس میکنم بیشتر از آنچه که میخواهد برایش بده. او را از هر نگرانی رهایی بخش و راهی برایش نشان ده و از هر رنج بهبودی بخش و از هر ضعفی برایش قوت نصیب بفرما. پروردگارا، بعد از هر صبوری خبرهای خوبی در راه است. یا الله، رضایت خودت را نصیبش کن. ای مهربان ترین مهربانان، ای سخاوتمند ترین سخاوتمندان، ای پروردگار جهانیان. آمین یا رب العالمین. لایکی